یه روز معلم پای تخته نوشت 1 با 1 برابر است. یکی از دانش آموزا بلند شد و گفت آقا اجازه 1 با 1 برابر نیست. معلم که بهش برخورده بود گفت بیا پای تخته و ثابت کن که 1 با 1 برابر نیست. اگه ثابت نکنی پیش بچه ها به فلک میبندم. پسر با پای لرزون رفت پای تخته و گفت آقا اجازه من 8 سالمه، علی هم 8 سالشه. چرا شب وقتی پدر علی میاد خونه باهاش بازی میکنه، اما پدر من هر شب منو کتک میزنه. شایانم مثل من 8 سالشه. چرا اون هر 3 ماه 1 کفش میخره، اما من هر 3 سال 1 کفش میپوشم. حمید مثل من 8 سالشه. چرا همیشه بعد مدرسه با مادرش میرم پارک، اما من باید برم پاهای مادر مریضم و ماساژ بدم. معلم اشکاش رو پاک کرد و رفت تخته رو پاک کرد و نوشت 1 با 1 برابر.